خب اینجا یه سردخونه رو داریم نصب میکنیم که بدنهاشو زدیم و توی این ویدیو میخوایم طریقه برش انگل که اصطلاحاً به این نبشیایی که داخل سردخونه میزنیم اصطلاحاً میتونیم بهش بگیم انگلیسی انگل یا بعضی هم میگن فلاشینگ که اینا فلاشینگه که حالا بریدن فارسی بار گوش رو آموزش میدیم که چجوری این گوشا رو فارسی بر بکنیم و همچنین در رو داریم که به این قسمت در میگیم فریم. این فریم داره که این در لولاییه که اصطلاحاً بهش تو انگلیسی میگن هینج دور، یعنی هینج لولاه. و از مشتری سوالی که میکنیم قبل از که سفارش بگیریم میگیم سمت راست لولا میخوای یا سمت چپ میخوای، که میگیم لفت هینج میخوای یا رایت هینج میخوای، که این در الان در رایت هینجه چون که لولای سمت چپه. حالا قبل از که در رو میخوایم نصب کنیم سوراخ در رو اندازه در میبریم که بهش میگیم اوپنینگ سایز. این سایزی رو که الان کات کردیم بهش میگیم اوپنینگ سایز که بستگی به اون سفارشی که مشتری داره، که الان این در 90 سان در 190 بوده که اومدیم 90 سان در 190 در رو بریدیم که اوپنینگ سایز این میشه. بعد که بریدیم میایم یه سری چنلایی رو توی این گوشه در میزنیم که داخل در رو داخل سینه در رو بپوشونه. بعد که زدیم میایم در رو کار میزنیم، یعنی به زحمت تو کش در رو فریم رو میزنیم روی کار، یعنی سوراخ ها رو زدیم هنوز سوراخی در رو نزدیم فقط سوراخ اوپنینگ رو زدیم. خب دری که گذاشتیم میایم حالا شروع میکنیم مارک میزنیم. این در 6 تا پیچ داره که اتفاق 3 تا این بر داره 3 تا این بر داره و چنل هم که زدیم دیگه این چنل میره زیر این فریم آلومینیومی. بعد کاری که انجام میدیم میایم وسط این سوراخه رو علامت میزنیم که اینو قبلا علامت زدیم، بعد دوباره میایم وسط اینو دقیقاً سوراخ میکنیم، دوباره علامت بعدی رو میزنیم. خب بعد که سوراخ‌ها تموم شد همراه در یه جعبه پیچی میاد که پیچ پلاستیکی رو از تو سوراخ میزنیم بره اونور، از اونور یه واشر میخوره، بعد سر پیچ اضافی رو میبریم و یه دونه از این کپا میخوره روی در، یعنی این موردی که خورد اینجا بعد این کپه اینجوری میره روش که بسته بشه که الان سوراخ کردیم. ویدیو بعدی رو میگیریم. سوراخ‌ها رو که میخوایم بذاریم معمولا این 8 سانته ولی همیشه مته بلند داریم که مستقیم دیگه بره سمت اوبر. قرآن یه تقله میزنیم که حرکت نکنه مته. بعد که سوراخ ها رو زدیم حالا فرض میگیریم که 6 تا سوراخ رو زدیم میایم در رو نصب میکنیم و پیچو رو میکنیم داخلش که پیچ رو به قول از اون داخل و پیچ از اینجا میره داخلش دقیقا کلن میره داخل. بعد از اون برم یه دونه واشر میزنیم، واشر رو که گذاشتیم این واشره یه حالتی که داره یه برش تخته یه برش قوسی داره که این قوسی رو اینجوری می‌دازیم که این لبه اینجا مثل حالت سیغلی شده. بعد موره رو که می‌دازیم موره رو تا آخر صفر میکنیم. بعد که صفر کردیم سر پیچ میبریم میایم درپوش رو میزنیم روش. معمولا این درپوش یه ذره شله که ما میایم کاری که انجام میدیم یه ذره سیلیکون میزنیم چسب آکفریو میزنیم پشت میزنیم روش. حالا چرا از پیچ پلاستیکی استفاده میکنیم؟ چون که این همین پیچه اگه آهنی بذاریم همین هم بازم میشه انتقال سرما، به قول انتقال گرما داریم. این پیچه سرد میشه اینجا شروع میکنه عرق میکنه، برای همین باید حتما پیچ پلاستیکی استفاده کنیم. وقتی که این کلا رفت داخل بعد دیگه یه سری کپایی رو داریم که این کپا رو اینجوری میزنیم داخلشو میبندیمش. اگه یه ذره پیچمون مرکز نباشه این سر نوک این میام میخوره سر پیچ که نمیره داخل، که میام با قیچی یه ذره نوکشو برمی‌داریم که دوباره این کپه بره داخل بشینه. میگم الان همین حالت براش پیش اومده چون که سوراخمون رو مرکز نکردیم اینجا نرفت بشینه پایین چون که داره میخوره سر پیچ و فریمون هم دیگه نمیتونیم بالا پایین کنیم که حالا میام یه ذره
کنجی رو میچینیم و میزنیم روش که این قشنگ بره پایین بچسبه. برای همین خیلی مهمه که حتما مارکی که میزنیم دقیقاً وسط باشه. به اینا که همونجور که گفتیم میگیم انگل، که حالا میخوایم طریقه فارسی بریدن گوشه ها رو بزنیم، چون که گوشه ها معمولاً خیلی بی سلیقه‌ای هست که این گوشه که اومده این گوشه رو بزنیم روش پیچش بکنیم. این یه تموم شده خوبی نیست که بهتره که فارسی برش بکنیم. به این انگل میگیم انگل 4x4 یا به قولن تو انگلیسی بهش میگیم 4x4 انگل، یعنی 4x4 انگل، بهش میگیم انگل 4x4. چرا؟ چون اینجا 4 سانت اینجا هم 4 سانته که اکثر نبشی‌های داخل سردخونه ها رو همین انگل 4x4 میذاریم. و انگل هست که داخلش سفید است که اصطلاحاً بهش میگیم اینترنال انگل، یعنی انگل داخله. که یه سری انگلایی هم هست برای بیرون استفاده میکنیم که بهش میگیم اکسترنال انگل. حالا کاری که میخوایم انجام بدیم، فرض بگیریم که میخوایم اون گوشه رو بس بکنیم، نیاز داریم که اینو فارسی بر بکنیم. اولی که متر میکنیم ببینیم کجا رو میخوایم فارسی بر کنیم. مثلا میخوایم فرض بگیریم که از اینجا تا اینجا 30 سانت هست، میخوایم فارسی بر بکنیم. کاری که علامت میزنیم، یه علامتی میزنیم، اولین کاری میکنیم یه خط صافی میکشیم، بعد خط صاف کشیدیم با گونیامون میذاریم اینجا، یه خط اینجوری میکشیم، گونیامون رو برمیگردیم میذاریم این بر، یه هشتی توش در میاریم. هشتی که توش در آوردیم میفهمیم که اینجا هشتی رو ببریم فارسی بر میشه. بعد این گونیام رو میذاریم اینجا، یه خطی هم سمت ایبرش میکشیم. بعد کاری که انجام میدیم یعنی با قیچی میبریمش. تو بعضی بچه‌ها به قولن با سنگ فرز استفاده میکنن، ولی تجربه که نسبت به سنگ فرز داریم رنگش رو میسونه اینجا سیاه میشه، که بیشتر توصیه میکنم که حتما با قیچی ورقا بشه. ایبر رو میچینیم و این کنج این هشت ایبر هم میچینیمش. بعد این خطری که زدیم بخاطر که اینجا فقط یه دندونش بگیریم که وقتی که میخوایم تاش بکنیم خیلی نباشه. الان یه ذره زیاد گرفتم، این رنگش رفت، یکم کمتر. که بعد کاری که انجام میدیم این میاد میشه تو کنج اونجا یه ذره این خمش هم میزنیم و میسم. بعد اینو میذاریم کجا؟ میذاریم تو کورنر بالا، پرچ میزنیم. از این پرچه سفید استفاده میکنیم که به رنگ انگلمون بخوره. اینجا رو پرچ کنیم، یه ذره شکاف کم اینجا میمونه. این کاری که انجام میدیم بعد با سیلیکون سفید اینجا رو پر میکنیم. این هم بازم همون انگل هست که 4 تا گوشش هم به همین جوری انگل زدیم سمت ایبری. و ایبر من نشون بدم که مثلا این انگل ها 3 متری میاد، بعد دوباره اینجا با هم جوین خورده. که بعد کاری که انجام میدیم زمانی که دیگه خاکی تو سایت نداریم میایم پلاستیک پنل رو میکنیم، با تمیزش میکنیم با دستمال، بعد شروع میکنیم کامل اینا رو سیلیکون میزنیم. این سیلیکون آببندی نیست، فقط دکوراسیونه، فقط برای دکوره که ما اینا رو بزنیم که وقتی که میاد خطا معلوم نشه، خطای بغل معلوم نشه. توی اینجا یه دونه اصطلاحاً به این میگیم اکسس هچ، یعنی پنلی که دسترسی به بالا داشته باشه، که توی سردخونه‌ای که اینجا نصب کردیم مشتری از اون خواسته که دسترسی به اون بالا داشته باشه. بیرون نشون میدیم از اینجا بیرون هیچ دسترسی نداره، که از این مدل سردخونه 4 تا اینجا وصل کردیم، یه دونه دوباره بازم همینم اکسس هچ داریم که یه سردخونه دیگه رو اینجا داریم، یه سردخونه دیگه هم اونجا نصب شده و درش هم به این صورتی که می‌بینید. اینجا کاری که انجام دادیم این در کامل نصب شده و در پوشا خورده و بیرونم تموم شده، بریده شده، کفا رو زدیم. یه ذره اینجایی که باز میشه اینجا سیلیکون سفید میخوره کامل. بعد درز پنلار هم بازم دوباره تمام سیلیکون میزنیم. این مدل درم بهش میگیم در کورروم بدون کف، یعنی هیچ کفی رو نداره، چون که بعد از کف رو نیاز نداشته آیا بکنیم. در وقتی بسته میشه خودش رو میندازه و اون لاستیک پایین داره که پایین آببندی میکنه. این کامل این لاستیکه زمانی که لولا بسته میشه خودش رو میندازه پایین، زمانی که میاد بسته میشه خودش رو میندازه پایین که پایین بسته بشه. بعد از کجا میفهمیم که درمون خوب بسته میشه؟ میایم تو سردخونه در رو میبندیم، نگاه میکنیم ببینیم هیچ درزی، هیچ نوری از هیچ جا داخل نمیاد، نه از اون کف پایین داریم هیچ جا نور وارد نشده، که مشخصه که در کاملا بسته شده و سیل شده. موفق و پیروز باشید.